سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. فریسا هستم، خیلی خوش اومدین به کانال من. مراحل دوخت ایمان توی زیبا رو مرحله به مرحله براتون ضبط کردم که طی عنوانهای الگو کشی، برش، تمامی مراحل دوخت، مغزی دوزی و حتی اتو کشی تقدیم حضورتون میشه. ممنون میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب من همراهی کنید. من یه توضیح کوتاه در مورد مراحل دوخت لباس بگم. سجاف پشت و لایه میزنیم، سجاف جلو رو هم همینطور. از قسمت سرشانه سجاف ها به هم وصل میکنیم و یقه سجاف رو آماده میکنیم. یقه تنه اصلی رو هم آماده میکنیم. اول سرشانه و بعد یقه رو قسمت یقه رو میدوزیم. یقه کامل آماده میشه. حالا میریم سراغ یه سری نوار که من برای مغزی دوزی لباس آماده کردم. اینا رو هم آماده میکنیم. مغزی که آماده شد به دور تا دور یقه سجاف اول وصل میکنیم و بعد سجاف آماده شده رو به دور تا دور تنه اصلی وصل میکنیم. تو همین مرحله تا پایمون رو عوض نکردیم میریم سراغ قسمت آستین که میخوام مغزی دوزی بشه. اینم بهش وصل میکنیم، مغزی بهش دوخته میشه و همینطور آستین. پایه رو میتونیم عوض کنیم و بعد میریم سراغ درد پهلو و آستین دوم. خب قرار شد اول قسمت سرشونه و یقه سجاف رو بدوسیم. میریم برای دوختش. سرشونه ها رو روی هم میگذاریم. نکنه قسمتی که قراره دوخت ما به انتها برسه، از اینجا قراره 1 سانت بدوزیم. اینجا که قرار شد 1 سانت بدوزیم، اینجا هم خب قراره 1 سانت بدوزیم دیگه. نقطه تلاقیشون اینجا میشه. اینجا هم باید روی سرشونه پشت هم من باید 1 سانتی داشته باشم. نقطه تلاقی 2 تا خط رو باید داشته باشم. اینجا رو من باید داشته باشم. اون 2 تا نقطه رو میذارم روی هم. حتی میتونید با یه سوزن بهشون مشخص کنید. بعد روی همه و بعد بقیه سرشونه رو میدوزم. تو این قسمت خیلی ریز میکنم و دقیقا اینجا میدوزم. اینا در میارم از زیر کار. اون طرف حالا میدوزم. اونم به همین شکل قسمت سرشونه است، به اینجا قراره دوخته بشه. این قسمت ها رو که دوختیم با قیچی یه چرت فقط به این، یعنی سجاف رو میزنیم، یه زاویه ایجاد میکنیم این شکلی. ببینید که قراره این به چرخه و همینطور به این یکی تو این قسمت. خب حالا وسط سجاف پشتمون که مشخصه کارو میچرخونیم. ببینید کاملا روی هم داره میچرخه. این لبه رو میذارم اینجا، جایی که قراره بس بشه رو مشخص میکنم. همینطور این سمته اینو یه چک میکنم. خب الان من باید فقط یک درز 1 سانتی بدودم، همون جوری که توی الگوم کشیده بودم.
این قسمت رو دوختم. ببینید خیلی راحت الان این قسمت میشینه اینجا و یه خط و من باید یه خط از این سر تا این سر بدوزم. این سرشونه و اینم یقه. ببینید این قسمت یقه است. زاویه ها رو کنترل میکنم زیرش چیزی نمونه. سوزن دقیقا توی نقطه‌ای که مشخص شده بود فرو میبرم. با انگشتام روی کارو میکشم که ببینم به اندازه 2 سانت با یقه جلو رو با یقه پشت چک میکنم و شروع میکنم، چون یه حالت هلال داریم دیگه، برای همین باید خیلی ظریف ظریف اینا رو چک کنیم. جای کیف نیفته. این شد یقه. همه درزا رو قرار باز کنیم از هم. تک تک درزا رو باز میکنیم. درزی که به سمت سجاف پشت هست رو یه چند تا چرت میدیم که راحت تر باز بشه. همه درزا رو باز میکنیم، اتو میکنیم. دقیقا به همین صورت سرشانه و یقه تنه اصلی رو هم میدوسیم. خب حالا میخواییم که اینا رو اتو کنیم. یقه‌ای که دوختیم رو میخواییم اتو کنیم. درد سرشونه رو همینطور که هست دولا روی هم اولیه با اتو میکنیم که اگه توی دوغ یا اولو چینی برداشته، این طرف رو من اتو کردم، چینی برداشته از بین بره. با 4 تا انگشت زمین رو صاف میکنم و اتو بزنم. برای قسمت هایی که هلال داریم توی دوختمون و میخوایم اتو کنیم،
یه سمت کار رو کامل صاف جلوی خودمون باز میکنیم، سمت دیگه به شکل اون سمت مقابل باید در بیاد، یعنی کمکمون کنه این سمت صاف صاف در اختیار ما بشه. اینجا یه زاویه درست میکنیم، میشکنیم اینا رو روی هم، بعد همین قسمت شروع میکنیم. خب با انگشتامون درزا رو باز میکنیم. من سمت تنه پشت رو چرت زدم که راحت باز بشه. با انگشتا درزا لمس میکنیم و ببینید فقط از کناره اتو دارم استفاده میکنم. کاملا تخت شد و روی این قسمت هم چروک بدی نیفتاد. ببینید حالا اگه همچین چروک هایی دارید کاری نداره، بالشتک رو میذارید زیر دستتون، صفحه رو باز میکنید و هر جایی که چروک شده رو بکنید. برای قسمت سجاف هم همین کار رو میکنیم. یه نکته بهتون بگم، توی الگو کشی این قسمت با خاطر زاویه‌ای که دادم بهش تیز در اومد. خب الان که وصل کردیم به هم تیز در اومد. خیلی ملایم این آرایش میکنیم که فقط این تیزی از بین بره. برای دوست مغزی من نخهای مکرومه استفاده میکنم. این نوارا رو تمام به هم وصل کردیم و حالا از پشت روی کار پایرم که عوض کردیم، پایه نیم پایه گذاشتیم، میذارم وسط پارچمون و شروع میکنم به دوختن. تو این قسمت میتونی یه مقدار خیلی کمی از پشت کار پارچه رو بکنید، خیلی کم، یعنی خودش میاد، اصلا نیاز نیست زور بزنید یا فشاری بهش وارد کنید، فقط برای اینکه هدایتش کنید که یه موقع جمع نشه. به درزا که میرسیم بازشون میکنیم. میتونید قبل از اینکه دوست بزنید اتوشون هم بکنید درزا.
این نوار باید به اندازه دور تا دور یقه به اضافه 2 تا آستین بشه. نوار رو که دوختیم حالا باید باریکشون کنیم. ما به اندازه 1 سانتیشو میخوایم بمونه، ما بقیش قیچی میشه. اینقدر بمونه، ما بقی قیچی بشه. همه نوار رو به همین ترتیب قیچی میکنیم. خب این از نوار مغزی ما که آمادش کردیم، اضافه‌هاش رو قیچی کردیم و قراره به قسمت بیرونی یقه بدوزیم. از پایین شروع میکنم، از پایین کار شروع میکنم دوختن. نوار مغزی رو میذارم روی سجاف که لای داره و شروع میکنم با همین نیم پایه یا پای زیب بدوختن. یکی از قلق‌هایی که داره که نوار مغزی خیلی تمیز در بیاد اینه که یه کمی کار رو کج بدیم. ببین الان پارچه که صافه یه ذره باید خیلی کج چند میل اینو کج بگیرید که خوب سر جاش بشینه و اینکه از پشتم یه مقداری بکشید. این یه ذره کج گرفتن باعث میشه که از لبه یعنی بیشتر نزدیک به مغزی دوخته بشه. اینجا قسمتیه که زاویه داریم ما و میخوایم این شکل زاویه رو کاملا رعایت کنیم. تا اینجا میدوزیم، سوزن نگه میداریم، ترجیحاً یه چرت میزن. اگه کار از پشت ندید یه مقدار احتمال خورد کردنش وجود. دوباره داریم زاویه بقیه نزدیک میشیم. اینجا رو هم چرت بشکنه خودش رو نشون بده.
این از این قسمت سجا. حالا همینو میذاریم روی تنه اصلی و دوباره با کمک این خطوط، این دوختا که خطوط راهنمای ما میشن الان، با اونا دقیقا از کنار همینا شروع میکنیم به دوختن. ببینید الان من به روش گرفتم، ببینید چقدر نزدیک به نواری که داخل گذاشتم، نخی که داخل گذاشتم دوخته شده. تنه اصلی رو آوردم از قسمت درد وسط یقه، درد وسط پشت یقه، اینجا رو آرایش کردم. سرمایه میشم یه بار دیگه سرمایه بزنم. این دوتا درس رو ببینید هم میزنیم، یه سوزن میزنیم. میتونیم از همین درد به چپ و راست بدوزیم، میتونیم هم چند تا سوزن بزنیم و از پایین شروع کنیم به دوختن تا به سمت دیگه. و الان نقاطی مثل شکستی بود که چرت زدیم، اینا که یقه. اینجا رو سوزن زدم و دوباره اینا رو گذاشتم رو هم طبق این خط که خط راهنمای من الان. کار رو هم میگیرمشون که پارچه ها رو به هم محکم میگیرم که جا به جا نشه و از پشتم یه مقداری میکشم، خیلی کم. ببینید با کج گرفتن کار باعث میشه که دقیقا بیخ دوخته بشه، بیخ نخ مکرومه و داخلش گذاشتیم دوخته بشه. این از این دوخت، این هم میشه نتیجهش. ببینید نتیجه‌ای که داره به ما میده که این روی کاره برمیگرده به سمت روی لباس. من یقه رو برگردوندم، اتو کردم. ببینید این قسمت لایه داره کاره، این قسمت زاویه دارش رو سبک کردم به این شکل.
سبک کردم که زاویه به خوبی بیاد بیرون و تمامش رو اتو کردم. همچنین قسمت اصلی، این قسمت که مربوط میشه به سجاف پشت یقه و تنه پشت لباس، برای اینکه یقت هم باز نشه، اذیت نکنه، قسمتی که درز دوخت یقه ها هست این دوتا رو ببینید تو این قسمت من به هم سنجاق زدم و روی همون خط دوخت خودشون یه چرخ میکنم. این کارو هم میتونم اینجوری چرخ کنم، هم میتونم این یک دو تا لبه رو بدم بالا به سمت سجاف نگهش دارم، بقیه کار یعنی تنه لباس رو بدم عقب کاملا بچرخونم این شکل. ببینید الان تنه لباس رو من چرخوندم، تنه لباس اینجا، سجاف اینجا و دو تا درز که یکیش مال تنه اصلی و یکی هم مال سجاف هست، این دوتا رو بدم زیر و اینجا یه چرخ از رو بدوزم که این سه لایه رو بگیره. این کارم میتونم بکنم که اینجا فیکس بشن به هم. بریم این کارو بکنیم. سوزن رو جهت برعکس میزنم که چرخم بتونه رد بشه. من از داخل نمیزنم، حالا یه کمی هم طرف ترسه که اشکالی نداره. نیت ما اینه که این لبه ها به هم فیکس بشن و یعنی از هم جدا نباشه. لرزه روی هم میذارم و اینو به یه طرف با هم متصل کنم. با انگشتم لمس میکنم که روی درد ندوزم که بخوام طرف اینا پیدا کنه. خب این درز رو دوختیم و ببینید از پشت کار هیچ جایی گیر نکرده و هم. حالا بریم سراغ نواردوزی لبه داخلی سجاف. این سجاف ما باشه، این لبه رو میخوام نواردوزی کنم برای تمیزی. از پایین شروع میکنم نواردوزی کردن. نوار اوری دو تا لبه داره، یه لبش یه ذره شاید اندازه 1 میل باریکتره و این یکی لبه پهن‌تره. این لبه پهن‌تر رو میذاریم رو